آیا استرس به اووولاتسیا تاثیر میرساند یا اینکه نه؟ سلام دوستان، امیدوارم که خوب و تن‌صحت هستید. نوار امروزه ما اویدی اووولاتسیا تاثیرات استرس به اووولاتسیا چقدر ضرر میرساند میشود. بسیاری علاقه میدانند که اووولاتسیا چقدر با ارگانیسم زن این یک پروسس بی‌نهایت مهم است. چون که اووولاتسیا نباشد حامله‌داری به عمل نمی‌آید، بینمازی نامنتظم می‌شود، یعنی задержка به عمل می‌آید، کاری گرمان‌ها ویران می‌شوند. از همین سبب اووولاتسیا یک پروسسی است که به این ارگانیسم زن به نهایت نادرست کار میکند. اویدی خودی اووولاتسیا کدام وقتا پیدا می شود، در کدام حالت ها دیده می شود، در کدام حالت ها نمی شود اووولاتسیا در نوارهای پیشتر ما هست. سیلکاش رو در زیر ویدیو میگذارم، میتوانید که در آمده تماشا کنید. این روز باشد تنها اویدی استرس و تاثیرات آن به اووولاتسیا گفته میگذاریم. البته استرس به اووولاتسیا به نهایت تاثیر زیاد میرساند، تاثیر منفی میرساند، چون که هنگام استرس میتواند که اووولاتسیا نیست شود، میتواند که اووولاتسیا دیر شود، اووولاتسیا به صفت شود، یعنی صفت تخم حجره ها ویران شوند، یا اینکه میتواند که اووولاتسیا مدت یک چند وقت عموما پیدا نشود، چون که هنگام استرس، هنگامی که ارگانیسم زن در حالت استرس قرار دارد، کورتیزول بلند می شود. بسیاری علاقه می دانند که کورتیزول این گرمانی استرس می باشد. هنگامی کورتیزول بلند شد، ارگانیسم خودی تمام ارگانیسم زن نادرست کار می کند، کاری گرمان ها نیز ویران می شود. حامله‌داری نیز در این حالت به عمل نمی آید. حتی هنگامی که زن خواب نمی رود، یعنی به خوابی می کشد، یا اینکه در مدت روز عصبی می شود، این می تواند که به اووولاتسیا تاثیرات خود را رساند. از همین سبب به همه زنهایی که نیت حامله‌دار شدن دارند، یعنی پلانیروانی беременность دارند، با آنها متوصیه می‌دهیم که اول استرس را از ارگانیسم خود برطرف کنند، یعنی از زندگی خود برطرف کنند. حداقل در یک شبانه روز، مقصد در یک شب از 7 ساعت خواب روند، نه کمتر از 7 ساعت خواب روند. خوابشان باید منتظم باشد. مدت دراز تا ساعت‌های 2 شب در تلفن نشینند. این هم به حالت استرس خودی در ارگانیسم استرس آورده میرساند. روزانه باشد اقلا 10-15 دقیقه باید که دم بگیرند. بسیارتر استراحت، بسیارتر آرامی باید که در زندگی زن باشد. از این رو زنهای محترم، وقتی که شما تیاری به حامله‌داری میبینید، بغیر از استفاده ویتامین هایی که برای حامله‌دار شدن توصیه داده میشوند، این چنین حرکت کنید که استرس را از ارگانیسم خود دور کنید، تریوگا، ناآرامی را از ارگانیسم خود دور کنید. استراحت کردن را فراموش نسازید. این چنین روزانه باید که شما حداقل 15-20 دقیقه استراحت کنید. شبانه خوابی پررای مکمل داشته باشید. اگر همین چیزها را شما بروقتر برطرف کرده توانید، حامله‌داری شما تیزتر به عمل می آید. دوستان عزیز، امیدوارم که نوار کوتاه که امروزه ما به شما پسند آمد. چون هر وقت فکرهای خود را در کامنتاری ها بیان سازید. سلامت باشید.